روز 19 مای در دادگاه شهر دوسلدورف آلمان محاکمه پرونده 5 زاده تاجیکستان کامران، عزیزجان، محمد علی، فرهاد و سنت الله شروع می شود. همه آنها از 25 تا 33 سال دارند و به همکاری با سازمان تروریستی داعش و آمادگی به انجام حمله‌های تروریستی از نام داعش در آلمان ایبدار می شوند. رهبر این گروه روشن هنوز ماه مارت سال 2019 دستگیر و ماه ینور سال 2021 به 7 سال زندان محکوم شد. بقیه را ماه اپریل سال 2020 دستگیر کردند. یکی از آنها کامران در آلبانیا دستگیر شد و ماه مای سال 2020 از آنجا به آلمان استردادش کردند. نقش اساسی را در این گروه روشن و عزیزجان اجرا می کردند. هر دوی آنها به گفته تفتیشات به نمایندگان بلندپایه داعش در افغانستان و سوریه از جمله با عرصه نامزاده داغستان با لقب ابو فاطمه ارتباط داشتند. بر اساس مواد پرونده اعضای دیگر گروه در اول سال 2019 به روشن پیوسته شعبه داعش با نام تعقیم را تشکیل کردند. آنها در اول نقشه کشیدند که به وطن خود تاجیکستان برگشته به ضد حکومت امام علی رحمان از طرف داعش جهاد اعلان کنند، ولی ابو فاطمه که یکی از امیسرهای کلان داعش دانسته می شود بعداً به شعبه تاجیکی داعش در آلمان امر داده است که روی انجام حمله ها در قلمرو آلمان تمرکز کنند. آنها از جمله امکان حمله به پایگاه هوایی امریکا در آلمان را می آموختند و همچنین نقشه کشتن یک بلاگر ایرانی را که به دین مسیحی گذشته از اسلام در اینترنت تنقید میکرد کشیده بودند. شعبه تاجیکی داعش در آلمان بعد بازداشت رهبرش روشن در ماه مارت سال 2019 نیز فعال باقی ماند. به عقیده تفتیشات بعد دستگیر شدن او رهبری شعبه را فرهاد به دست گرفته شیوه کار گروه را تغییر داد. ایبدار شونده ها بعد این به تبلیغ مسلمانان جوان در آلمان و جلب آنها به صف داعش پیش از همه به جمع آوری کمک مولوی برای این سازمان که آن وقت الکی در سوریه شکست خورده بود تمرکز کردند. گفته می شود در عیبنامه نهایی دادستانی تفتیشات از جمله معین کرده است که فرهاد توسط ترکیه برای داعش به سوریه و عراق مبلغ‌های بزرگ می‌فرستاد. پلیس آلمان هنگام کافت‌وکاف از منزل‌های تاجیکان دستگیر شده سلاح و تیر و همچنین نقشه ساختن مواد ترکنده و برخی اشیاء لازم برای ساختن بمب را پیدا کردند. همسر یکی از آنها را خواهش کردند که راه‌های ثبت نام به درس‌های پاراپلانریسم را بیاموزد. تفتیشات بر این گمان است که آنها شاید راه‌های ممکن انجام حمله‌های هوایی را نیز می‌جستند. قصه کامران به سر خود یک داستان علاهده است. در ماه اکتبر سال 2019 مقامات آلمان به دلیل اینکه برای امنیت ملی این کشور تهدید به بار می‌آورد درخواست پناهندگی کامران را رد کرده او را به تاجیکستان بازپس فرستاد. در دوشنبه او را دستگیر کردند ولی شریکانش 7000 یورو داده او را خلاص کردند. کامران بعد آزاد شدن باز به اروپا برگشت و این بار در آلبانیا مقیم شد. او را در ماه اپریل سال 2019 در آلبانیا دستگیر کردند و به آلمان سپردند. یک ویژگی مرافعه‌ای که در دوسلدورف شروع می شود به عقیده مقامات حفظ حقوق آلمان این کشف شبکه بزرگ بین المللی تماس بین تروریست هاست. اعضای شعبه تاجیکی داعش در آلمان از جمله توسط مسنجر تلگرام با تروریست‌هایی که در وین و استکهلم حمله‌های تروریستی انجام داده متناسباً 4 و 5 نفر را کشتند رابطه‌های نزدیک داشتند. ویژگی دیگر این پرونده در آن است که مقامات امنیتی آلمان بار اول با پدیده افراطگرای اسلامی از تاجیکستان روبرو شدند. نیمیتسکای ولنا می نویسد زادگان تاجیکستان برای مثال پلکوونی گلمرود علیموف که او باز در فعالیت داعش نقش مهم بازی میکند ولی تا کنون در آلمان تروریست های تاجیک به چشم نمیخوردند.